اگر میخوایم با 10 تا از بازیگرای ترکیه که جراحی زیبایی انجام دادن آشنا بشین، به این ویدیو خوش اومدین. و اگر میخواین حسابی غافلگیر بشین از بازیگری که حتی فکرش هم نمی‌کنید عمل زیبایی انجام داده باشه، تا انتهای ویدیو همراه من باشید، چون مورد آخر قرار حسابی غافلگیرتون کنه. راستش به چی تو فکر میکردی ها؟ شماره 1 فهریه افجن، یکی از بازیگرایی که جراحی زیبایی خیلی خوب روی صورتش تاثیر گذاشته فهریه است. اون با چند تا جراحی خوب روی صورتش از این رو به اون رو شده. اون گونه‌هاشو فیلر کرده، ابروهاشو لیفت کرده و روی بینی و چونه جراحی انجام داده و حتی رنگدانه‌های چشماش هم دستکاری کرده. این تغییر چهره علاوه بر موفقیتش تو بازیگری به ازدواجش هم کمک کرده و با بوراک özçivit، یکی از بازیگرای مشهور ترکیه هم ازدواج کرده. شماره 2 سفدا ارگنجی. با دیدن عکسای قدیمی سفدا میتونید متوجه تغییرش بشید. اون عمل اصلاحی بینی، لب، فک و چونه رو با همدیگه انجام داده و همچنین لیفت ابرو هم انجام داده که این باعث تغییر چشمگیرش شده. شماره 3 ملکی ایپک یالووا، بازیگر جذاب ترکیه. 2 بار تزریق ژل برای لب‌هاش انجام داده و یه عمل اصلاحی روی بینی داشته. تا اینجا ویدیو چطور بوده؟ مطمئنم مورد آخر قرار حسابی غافلگیرتون کنه. شماره 4 özge özpirinçi. özge هیچگونه عمل جراحی روی صورتش انجام نداده، اما خب خودش اعتراف کرده تا حالا چندین بار تزریق بوتاکس داشته و فک و خط بین 2 ابرو و گردنش رو هم بوتاکس کرده. شماره 5 بیرجه آلاکای. بیرجه آلاکای بازیگر زیباییه، اما ظاهر فعلی اون بعد چند تا عمل جراحی به این شکل در اومده. اون استخوان‌های گونه‌اش رو اصلاح کرده و روی لب‌ها و بینیش عمل جراحی انجام داده و میتونید با کمک عکسای قدیمیش این تغییر رو احساس کنید. شماره 6 جیره آتش. اون لب‌هاش رو حجیم‌تر کرده، جراحی بینی انجام داده و خبرهایی راجع به بوتاکس این بازیگر هم شنیده میشه که اون همه این خبرها رو رد کرده و گفته تمام زیبایی اون خدادادیه. خدا سرشاهده، نه خودم. من یه فرد، یعنی وظیفه خودم میدونم، چون قلبم الان گرفته. اگه از ویدیو خوشت اومده همین الان ویدیو رو لایک کن. شماره 7 نسرین جوادزاده. برخی شبکه‌های خبری با انتشار عکسای قدیمی این بازیگر ادعا کردن اون روی بینی و ابروهاش عمل اصلاحی انجام داده و خط لب خندش رو هم از بین برده. هرچند نسرین هم مثل بازیگرای دیگه معتقده هیچ عمل زیبایی رو انجام نداده و عکسای قدیمیش فقط از زاویه بدی گرفته شده. شماره 8 دنیز بایساد. با دیدن عکسای قدیمی و جدید دنیز متوجه میشید که چقدر تغییر کرده. اون عمل رینوپلاستی انجام داده و ادعا کرده چندین سال قبل به خاطر برخورد توپ به بینیش، بینی اون از 2 جا شکسته و فرمش هم به هم ریخته. بنابراین اون مجبور شده که اون رو عمل کنه. شماره 9 برج ازبرگ. برج زیبا و دوست داشتنی عمل بینی انجام داده. عکسای قدیمی اون هم باعث این ادعا شده و اون خودش هم برعکس بقیه بازیگرا اعلام کرده که این ادعا درسته و حقیقت داره. میرسیم به آخرین مورد، اما قبلش ازتون میخوام توی کامنت ها برام بنویسین کدوم مورد از همه بیشتر براتون جذابتر بوده. شماره 10 یکی از مشهورترین و عجیبترین جراحی بین بازیگرا مربوط به هانده آرچله. هانده قبل از عمل جراحی پلاستیک چهره مظلوم و دوست داشتنی و بچگونه‌ای داشته، یا اصطلاحاً بیبی فیس بوده. با این حال هانده در کنار رژیم لاغری عمل اصلاحی فک و چونه رو هم انجام داده و صورت خودش رو بیضی شکل کرده و باعث تغییرات چشمگیری توی چهره شده و همین عمل باعث شده اون جزو زیباترین زنان جهان قرار بگیره. اگه میخوایم با 10 تا از زیباترین و مشهورترین بازیگرای مرد ترکیه هم آشنا بشید، ویدیو بعدی کانال رو از دست ندین.